روز ششم از چالش خونه خریدن با پول کارگری در کمتر از 1 سال. کاری که همه فکر میکنن کار حضرت فیله و هدف دیگم رسوندن تعداد اعضای فعال باشگاه به 1000 نفر هست. الان 2 نفر برای من قولنامه فرستادن، افرادی که با دست خودشون نشستن نوشتن که من میخوام به این مدت زمان به اهداف انتخابی خودم پایبند باشم. بیایش شبای من نتیجه دادین با خدا تو رو به من داده قوی باشم انگار. یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام بهت بگم. تا حالا شده یه کاری رو با شوق و ذوق شروع کنی بعد نیمه کار رو رهاش کنی؟ بخوای زبان یاد بگیری، بخوای سازی رو یاد بگیری، بخوای ورزش کنی بعد برنامه‌شو بچینی، یه قدمایی رو برداری بعد نیمه کار رو رهاش کنی؟ برای هممون پیش اومده. کاری که اینجا انجام میدم اینه که از افراد دعوت میکنم یک هدفی رو برای خودشون در نظر بگیرن و یک بازه زمانی که فکر میکنن رسیدن به اون هدف طول میکشه رو اعلام کنن. بعد از مشخص کردن هدف و بازه زمانی وارد باشگاه هدفگذاری سیناها میشید. اولین قدم اینه که افرادی قولنامه‌ای رو بنویسن که من عهد میبندم به اهداف انتخابی خودم پایبند باشم. افراد وقتی که باشگاه بهشون معرفی میشه بعد از دعوت شدن به باشگاه هدفگذاری به چند دسته تقسیم میشن. افراد وقتی که باشگاه بهشون معرفی میشه خوشحال میشن و یک تصویری از اون مقصدی که مد نظرشون هست توی ذهنشون میاد. قولنامه رو مینویسن، یعنی بلیت ورود به این قطار رو میگیرن اما وارد ایستگاه نمیشن. این افراد عملگرایی نیستن. به این دسته از افراد میگیم افراد تئوری، یعنی همیشه ایده هایی توی ذهنشون هست، من این کار رو میخوام انجام بدم، اون کار رو انجام بدم. این دسته از افراد تئوریک هستن، یعنی همیشه تئوری هستن، عملی نیستن. دسته دیگه از افرادی هستند که قولنامه رو مینویسن، اهدافشون رو مشخص میکنن، سوار این قطاری که به حرکت افتاده میشن اما توی یکی از ایستگاه ها پیاده میشن. این دسته از افراد رفیقای نیمه راه هستن، دمشون گرمه و پایبندتر از دسته قبلی بودن اما رفیق نیمه راه هستن. و دسته دیگه افرادی هستن که تا ایستگاه پایانی رسیدن به اهداف خودشون با باشگاه هدفگذاری سیناها هستن. این افراد نشان افتخار رو میگیرن برای اینکه چالششون رو کامل کردن. حالا سوال اینه، دوست داری جزو کدوم دسته از افراد باشی؟ افراد تئوریک، رفیق نیمه راه، یا افرادی که ما نشان افتخار رسیدن به اهدافشون رو بهشون میدیم؟ از شما دعوت میکنم عضو باشگاه هدفگذاری سیناها بشین و از شما خواهش میکنم که رفیق نیمه راه نباشید و تئوری نباشید. خود من خیلی خوشحالم از اینکه این باشگاه رو راه انداختم. من به عنوان بنیانگذار باشگاه بزرگترین خواسته من اینه که طی 1 سال آینده بتونم پول خرید خونه رو کسب کنم از کارم و جشن بگیرم لحظه رسیدن به خواسته هام. از شما دعوت میکنم که عضو باشگاه هدفگذاری سیناها بشید. برای اینکه در جریان کارهایی که انجام میدیم قرار بگیرید از شما میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و همراه ما باشید که این لحظه رسیدن به خواسته هامون رو جشن بگیرید. از شما دعوت میکنم عضو باشگاه هدفگذاری سیناها بشید. ببین، عضویت توی باشگاه خیلی کمک کننده هستش. وارد یک دنیای جدیدی میشیم. بیا وارد این دنیای ما بشیم. کاری که انجام میدیم اینه که خود من اومدم، مهمترین چالش من اینه که بتونم توی کمتر از 1 سال بتونم با پول کارگریم خونه بخرم. انشالله برام دعا کن. و توی همین 6 روزی که از شروع معرفی باشگاه به دیگران گذشته، من توی اپلیکیشن دیوار آگهی گذاشتم. هدف من اینه که تعداد اعضای فعال باشگاه رو به 1000 نفر برسونم. کاری که برای تبلیغ باشگاه هم دارم الان اینه که این نوشته رو دستم میگیرم و توی جایی که افراد هستن منتظر میمونم که همونجا باشه. توی جایی که افراد هستن منتظر میمونم. افراد میان از من میپرسن که چالش شما چیه؟ من بهشون توضیح میدم که تا حالا شده یه کاری رو استارت بزنی بعد نیمه کار رو رهاش کنی. خب مسلماً هممون این تجربه رو داریم که یه کاری رو شروع کردیم بعد نیمه کار رو رهاش کردیم. بهشون میگم مثال بزن، چه موردی بوده؟ میگه من باشگاه میرفتم، من زبان میخواستم بخونم، من ساز رو میخواستم یاد بگیرم و کنسلش کردم. میگم باشگاه هدفگذاری من کارش اینه که از شما دعوت میکنه هدفی رو برای خودت انتخاب کنی و یک بازه زمانی رو براش در نظر بگیری.
افراد اهدافشون رو انتخاب میکنن، یه بازی زمانی رو در نظر میگیرن و این دوتا رو به من اعلام میکنن. هدف گذاری ها توی حوزه‌های مختلف هستش. میتونه افراد توی چالش مالی برای خودشون بگیرن. چالش مالی یعنی به سطح فعلی مالیشون نگاه میکنن، هر سطحی که هستش یک عددی بیشتر از اون رو در نظر میگیرن و اعلام میکنن. حوزه بعدی حوزه تندرستی هستش. افراد میان هر اقدامی که به بهبود سلامتشون منجر بشه رو برنامه ریزی میکنن و اعلام میکنن. مثلا میتونن بگم من میخوام شنو برم، من میخوام بارفیکس برم، ورزش روزانه داشته باشم، یوگا کار کنم، هر چیزی که به بهبود سلامت شما منجر بشه موضوع چالش تندرستی هستش برای شما. حوزه بعدی روابط هستش، یعنی هر اقدامی که به بهبود رابطه شما با خانواده عزیزانتون منجر بشه. میتونه هدیه دادن به دوستان باشه. مثلا میتونید بگید من چالشم اینه که میخوام به 3 نفر توی ماه آینده هدیه بدم. این چالش روابط هستش. و حوزه بعدی تفریحات هستش. هر تفریحی که الان داری، از گشتن توی گوشی تا قدم زدن، تا پارک رفتن، استخر رفتن، کنسرت رفتن، هر چیزی که هستش، این تفریحات فعلی تو هستش. یه تفریحات با کیفیت تری از اون رو میای در نظر میگیری و به من اعلام میکنی. مثل پشتیبان مدرسه زنگ میزنه میگه فیزیک تو خوندی، ریاضی تو خوندی، من زنگ میزنم میگم کنسرت تو رفتی، این کارا رو انجام دادی. ببین عضویت توی باشگاه خیلی کمک کننده است. به شما اطمینان میدم عضویت توی این باشگاه برای شما خوبیش اینه که چون یه نظارت بیرونی از جانب من روی اون عملکرد شما هستش، این باعث میشه که پایبند بمونید به اهداف انتخابی خودتون و باعث میشه که به امید خدا چالشتون رو تمام کنید. و یک خوبی دیگه ای که عضو شدن توی این باشگاه داره اینه که نشان افتخاری که اینجا تقدیم شما میشه یک نشان منحصر به فرد و زیبا هستش و ما به افتخار شما حظ میبریم که به اون خواستتون رسیدیم. دوستتون داریم، عشقمون رو به سمت شما روانه میکنیم و میفرستیم. اول هم خودم عضو این باشگاه شدم. بزرگترین هدف من توی زندگی اینه که یه دونه خونه داشته باشم. سینا براری هستم. از شما دعوت میکنم که عضو باشگاه هدف گذاری سیناها بشید.